سلام، من مجتبی حاجی زاده‌ام. الان که داری این ویدیو رو میبینی قطعاً به فکر افزایش درآمدت بودی که یا از طریق اینستاگرام با من آشنا شدی یا این ویدیو رو دوستات برات فرستادن. اما مهم اینه که من میخوام با یه گوشی ساده توی دستت مسیری رو بهت نشون بدم که درآمد میلیونی در ماه رو تجربه بکنی. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. قبل از اینکه بحث آموزش رو باز کنیم میخوام یه چیز مهم بهت بگم. تو با یه سرچ ساده توی گوگل یا از اطرافیانت میتونی بفهمی که اکثر افرادی که دور و بر تو هستن، راننده اسنپ، کارمند، فروشنده فروشگاه یا هر شغل دیگه‌ای مثل اینها رو دارن، درآمدشون زیر 15 میلیون تومنه. یا حتی گاهن خیلی هستن شغل ندارن و اصلا درآمدی ندارن. حالا با این تورما، با این گرونیا، تو نمیتونی حتی مایحتاج زندگی تو تامین بکنی، چه برسه به خوشگذرونی کردن، تفریح کردن و حتی پسنداز کردن. یعنی برای سالهای آینده تو حتی نمیتونی یه ماشین و خونه برای خودت بخری. البته که همین الانم نمیتونی. پس باید یه راهی پیدا بکنی که از این عدد و رقم ماهیانه ثابت یا کم فرار کنی و درآمد تو ببری بالا. شاید الان بگی یه سری فروشگاه دارن یا یه شغلی دارن که درآمد بیشتری دارن، اونها هم چند سال دیگه به مشکل میخورن. میدونی چرا؟ چون دارن به روش سنتی میفروشن. یعنی بعد از یه مدت تو دیگه روز تعطیل با یه شرایط مریضی و بیماری مثل کرونا دیگه فروش حضوری نداری و عملاً عقب میفتی. بردو کیا میکنن؟ کسایی که فضای کسب و کار سنتی رو دارن و در کنارش فضای اینترنتی رو راه انداختن، مثل امیر برشکا، مثل آی بولک و خیلی از این قبیل ها که با فروش اینترنتی هم فروش حضوریشون رو قوی کردن، هم فروش اینترنتی و اعداد و رقم‌های بالایی رو تجربه کردن. حالا صرفا نیازی تو حتما یه شغل ثابت داشته باشی. حتی اگر شغل نداشته باشی، ما انقدر کسب و کار داریم که نیاز دارن به فضای مجازی متصل بشن و این درآمد رو تجربه بکنن. حالا من چی قراره به تو یاد بدم؟ ببین، نمیخوام مثل خیلی از این آرزو فروشا و امثال اینها به تو بگم که تو قراره یک شبه میلیاردر بشی، تو این ترفندو بزن به اینها میرسی. نه، از این خبرها نیست. من میخوام مسیری رو بهت یاد بدم که خودم توی 1 سال گذشته با یه گوشی ساده توی دستم از صفر به 2 تا دفتر، 30 تا پرسنل، ماشین و کلی پروژه و سفر خارجی و اینها رسیدم. میخوام اینو کامل به تو آموزش بدم. برای شروع فقط کافیه یه گوشی داشته باشید که اینو دیگه همتون دارید. حالا چه اندروید، چه آی او اس، چه شیائومی، چه سامسونگ، هیچ فرقی نمیکنه. فقط این گوشی‌ها رو باید داشته باشی که قطعاً داری که الان داری منو نگاه میکنی. و من میخوام شغل پردرآمد ادمینی رو بهت آموزش بدم و مسیرش رو برات باز بکنم که حتی اگر جایی کارمندی و شغل ثابت داری یا اصلا شغل نداری، از توی خونه بتونی درآمد مثبت 20 میلیون، مثبت 50 میلیون رو در ماه تجربه بکنی. بذار با یه مثال راجع به خودم بهت بگم. من 1 سال گذشته با یه گوشی توی دستم شروع کردم به فعالیت. 7 سال آموزش دیده بودم و 1 سال گذشته شروع کردم به فعالیت و تونستم 2 تا دفتر با 30 تا پرسنل که تک تکشون ادمین هایی هستن که 0 وارد مجموعه من شدن، یعنی هیچ اطلاعاتی نداشتن و الان کاملا مسلطن و هر کدوم درآمدهای میلیونی بالایی دارن. و جدا از اینها کسای دیگه‌ای که من بهشون آموزش دادم و توی رضایت‌های دوره توی پیجم گذاشتم که با یه گوشی ساده که اصلا علاقه‌ای به ادمینی نداشتن مسیری رو رفتن که حداقل 20 میلیون و حد اکثر تا 200 میلیون تومان در ماه با یه گوشی دارن پول در میارن. حالا میخوام بهت بگم داستان این ادمینی چیه. هممون تا کلمه ادمینی رو میشنویم. حالا اونایی که نمیدونن هیچی، ولی اونایی که میدونن فکر میکنن الان باید بشینن دایرکت جواب بدن، فکر میکنن باید بشینن با کارفرما کلکل بکنن. تمام این مشکلات مال زمانیه که شما اطلاعات کامل رو نداری، دیتا کامل رو بلد نیستی و کارفرما هی بهت گیر میده چرا نتیجه نگرفتیم، چرا رشد نکردیم و اونجا کلافه میشی. این برای کسایی که یه سری اطلاعات راجع به ادمینی دارن. حالا اونایی که نمیدونن جلوتر براتون بازش میکنم. در مجموع ادمینی 2 حالته، یا حضوری یا غیر حضوری. پس گفتم ادمینی 2 حالته، یا حضوری یا غیر حضوری. شما زمانی که میخواید ادمین حضوری بشید باید یه گوشی خوب داشته باشید که بتونید تولید محتوا کنید. زمان انجام کار زیادی باید بذارید، یعنی حداقل تو هر فروشگاه یا هر برندی که کار بکنید باید 2-3 ساعت وقت بذارید و محدودیت به شهر خودتون دارید، یعنی فقط تو لوکیشن شهر خودتون میتونید فعالیت بکنید. روی خلاق باید داشته باشی، سناریو نویس باشی، چون خواسته های اون کارفرما ازت میره بالا. پروژه کمتری میگیری ولی اعداد و درآمد بیشتری داری توی ادمین حضوری. البته این نکته رو بگم، این محدود به شهر و محل سکونت برای من صدق نکرد و من ماه سوم
پروژه استانبول گرفتم و رفتیم استانبول تولید محتوا کردیم و برگشتیم. این دیگه بستگی به خودتون داره. اما واسه غیر حضوری تو با یه گوشی ساده که اصلا نیازی نیست دوربین داشته باشه چون قرار نیست تولید محتوا بکنی، میتونی کارتو شروع بکنی. زمان کمتری واسه هر کارفرما میذاری چون قرار نیست سناریو بدی، قراره براش کپشن بنویسی، پستاشو آپلود بکنی، برنامه محتوای استوریشو بذاری، در نهایت تعامل روزانه بکنی و یک ادمین پشتیبانی باشی. 3. نداشتن محدودیت مکانی، یعنی شما میتونید اگر توی تهران مشغولید پروژه‌ای توی کرمان بگیرید، توی شیراز بگیرید، توی هر جای دنیا بهتون پروژه ادمین خود اون پروژه رو بگیرید و ازش پول بگیرید. 4. تعداد پروژه هاتون بیشتر میشه ولی با اعداد کمتر. 5. پاسخگویی به دایرکت ندارید، به این میگن ادمین غیر حضوری. توی هر دو تا روش ادمینی حداقل ماهی 20 میلیون و حد اکثر ماهی 200 میلیون چه بسا به بالاتر تو میتونی درآمد داشته باشی و درآمدش از یه شغل ثابت بیشتره. که من توی این دوره‌ای که قراره در اختیارت بذارم هر دو حالت ادمینی رو بهت آموزش میدم که 0 تا 100 مسیر رو بلد باشی و بسته به توان و شرایطت بری جلو و درآمد کسب بکنی. اگر بیکاری میتونی ادمین حضوری بشی و خیلی درآمدهای بیشتری رو لمس بکنی. اگر هم جای شغل ثابت داری، کارمندی یا نمیتونی از اون شغل بیای بیرون، در کنار کارت ادمین غیر حضوری میشی و این درآمد رو تجربه میکنی. خب اینجا اولین سوالی که واسه تو پیش میاد اینه که الان اینا رو به ما آموزش دادی، بعدش باید چی کار بکنیم؟ اینجا دو حالت داره. تو یا صاحب یک کسب و کاری هستی، یه فروشگاهی دارین، خودتون، پدرتون، خواهرتون، و میای اون کسب و کار رو توی فضای مجازی رشد میدی و نشون میدی و درآمدتو چند برابر میکنی، یا اینکه صاحب هیچ کسب و کاری نیستی و قرار ادمین بشی که اینجا من میام وسط و بهت فرصت شغلی و بازار کار رو نشون میدم. توی 1 سال گذشته من 30 نفر رو توی مجموعم جذب کردم، بهشون آموزش دادم و مشغول به کار کردم با یک درآمد بسیار عالی. در کنار این 30 نفر که خب هر روز داریم بیشترشون میکنیم، به 1000 نفر دیگه که توی هایلایت های پیجم هست میتونید برید ببینید. به 1000 نفر دیگه من آموزش دادم که به درآمدهای بالا رسیدن و همشون موفق شدن. چطوری به درآمد رسیدن؟ بعد از اینکه بهشون آموزش دادیم اونها رو وارد بازار کار کردیم. چرا؟ چون ما توی آژانس تبلیغاتی که داریم با برندها و کسب و کارهای مختلف کار میکنیم که اکثرشون نیاز به ادمین دارن. یعنی شما بعد از اینکه آموزش میبینید تو کمتر از یه هفته میتونید به من بگید من آموزش رو دیدم، میتونید به پشتیبانامون بگید من آموزش رو دیدم، ازتون تست میگیرن، نگاه میکنن، شرایطشو داشته باشید، پیج ها رو یکی یکی باهاتون کانکت میکنن و وارد بازار کار میشی. هیچ کجای دنیا بعد از 1 هفته آموزش به شما شغل و درآمد نمیدن. اینجا تنها جاییه. شما خیلی از مدرسا رو میبینید فقط میگن ما آموزش میدیم. خب من این آموزش رو دیدم، مرسی، دمت گرم، الان کجا برم سر کار؟ الان برای کی کار بکنم؟ کی منو قبول میکنه؟ کی قراره به من حقوق بده؟ ما این بازار کار رو برای شما میچینیم. در نهایت اگر ظرفیت تیم من تکمیل بشه، اگر دیگه پروژه‌ای نباشه که ما به ادمین ها معرفی بکنیم، توی این آموزش مسیری رو بهت یاد دادیم در انتها که میتونی خودت بری پروژه کسب بکنی که اینو هر کسی بهت نمیگه، ولی من اینجا الان بهت میگم کاملا رایگان. اما قبل از اینکه این ترفند رو بهت بگم، میخوام بهت بگم من توی این آموزش چیا قراره بهت یاد بدم که اصلا ببینی به کار تو میاد. من قراره توی این آموزش تدوین حرفه‌ای رو بهت یاد بدم، قراره الگوریتم اینستاگرام رو 0 تا 100 به روز بهت یاد بدم، قراره بهت یاد بدم چطوری بیای جلوی دوربین، چطوری اعتماد به نفس صحبت کردن و وایس گذاشتن و پیام جواب دادن رو داشته باشی، قراره بهت یاد بدم اگر دایرکت اومد چجوری جواب بدی، قراره بهت یاد بدم چطوری لایو بذاری، قراره بهت یاد بدم چه ترفندی بزنی که فروش اون پیج بیشتر بشه، قراره بهت کپشن نویسی رو یاد بدم، هشتگ، تمام نکاتی که مدرسای مختلف دارن آموزش میدن و من اینها رو خودم آموزش دیدم و روی پیج‌های مختلف اجرا کردم و بازدید میلیونی رو کسب کردم. توی این دوره آموزش دادم. یه نکته خیلی جالب بهت بگم، زمانی که تو همه اینا رو یاد میگیری و مسلط وارد ادمین یک پیج میشی و با اون کارفرما ارتباط میگیری، چون نتیجه خوب میگیری، تو بر کارفرما سواری، یعنی دیگه جرئت نمیکنه بهت بگه چرا من نتیجه نگرفتم، تو دیگه به درد من نمیخوری. و ما هنوز نداشتیم کارفرمایی که قراردادش رو با ادمین تمدید نکنه. چرا؟ چون هی نتیجه خوب گرفته، زمان بندی خوب گرفته. ما به برنامه محتوای استوری میدیم که بدونی اون طرف چه استوری باید بذاره و همه اینها رو تو از زبان خودت، از دیدگاه خودت به اون کارفرما انتقال میدی و تو رو یک ادمین کاملا حرفه‌ای میبینه. حالا همه این آموزش‌ها رو دیدی،
بهت گفتم ما بهت مسیر کار رو نشون میدیم، بهت کار میدیم، وارد بازار کار میشی. به هر دلیلی ما شرایطش رو اصلا دیگه نداشتیم تو رو جذب بازار کار بکنیم. در انتهای اون آموزش میدونی چی بهت گفتم؟ گفتم خیلی راحت میتونی بری به کسب و کارهای مختلف پیام بدی، بگی آقا من میخوام این اشتباه پیج تو برات برطرف بکنم، اینجا پیجت اشکال داره، من اینو برات درست میکنم و برات میفرستم. چرا؟ چون اینجا مشکل داشته و نتونستی نتیجه بگیری، این کارو براش انجام میدی کاملا رایگان. اون شخص، اون کارفرما، اون پیج میگه که تو اطلاعاتت زیاده، حالا شرایط ادمینی تو با هم بگو. خب این اطلاعات تو از کجا داری؟ ما تو این آموزشه کاملا بهت توضیح دادیم که چه پیجای ضعیفن، چطوری یه پیج رو آنالیز کنی، چطوری یه پیج رو باید بیاد بالا، ایرادای پیج چیه، بایو پیج چه اشکالی داره، همه اینا رو یاد میگیری و هر پیجی که دلت بخواد میتونی بری ایرادشو بگیری، بهش رایگان کمک بکنی و اونو جذبش کنی که بری ادمین اون پیج بشی و ازش پول بگیری. من اونقدر به این آموزش مطمئنم که اگر تو نتیجه نگرفتی و به درآمد نرسیدی، کاملا این هزینه رو بهت برمیگردونم. یه نکته خیلی مهم بگم، زمانی که شما آموزش ببینی و وارد دنیای کار بشی، با آدمای مختلف ارتباط بگیری، من توی مجموعه‌ام فیلمبردار، تدوینگر، طراح کاور، کلی آدم خفن دارم که تو میتونی با اینا کانکت بشی و پروژه‌های جدا بگیری و به اسم خودت به کارفرمات بدی و یه درآمد جدا از ادمینی هم داشته باشی. مثلا به این پیج میگی آقا من تمام کاورهای پیج تو عوض میکنم و اینقدر هزینه‌اش میشه، میدی به بچهای تیم ما برات انجام میدن، تو هزینه‌شو میگیری و با ما کار میکنی. یعنی عملا بعد از یک هفته آموزش دیدن که این ویدیوهای آموزشی رو میبینی، وارد بازار کار میشی و درآمد رو تجربه میکنی. نکته آخر رو بگم و ببندمش. اگه میخوای خیالت راحت بشه، رضایت‌های توی پیجم رو نگاه کن که با جزئیات کامل افرادی که موفق شدن رو گذاشتم و در نهایت تو به یه گوشی لازم داری، اصلاً هم نیازی به آموزش قبلی نداری یا حتی اصلا کلی دوره دیگه دیدی، اونا رو بذار کنار. تو با این آموزش بعد از یه هفته 10 روز وارد بازار کار میشی و به درآمد میرسی، کاملا تضمینی. یعنی هیچ مشکلی نمیتونه جلوی رشد تو رو بگیره مگر اینکه زمان آموزش دیدن طول بکشه، پشت گوش بندازی، یه هفته 10 روزت بشه یک ماه، وگرنه تو بعد از یه هفته آموزش دیدن وارد دنیای کار میشی و به درآمد میرسی. اگه میخوای شروع بکنی، پایین این ویدیو یه آیدی گذاشتیم، بهش پیام بده، اسم مشخصات و شمارت رو بفرست تا دوره آموزشی برات ارسال بشه. ارادت.